این مرحله از کار من مامان بابامو فرستادم که برن کدو تنبل بخرم برای ویدیوی هالووینم و منتظرم که بیان که با هم شروع کنیم به ساختن چیزایی که باید. قراره که 2 تا عنکبوت بسازیم و 2 تا تار عنکبوت. خب میبینید بابام داره زنگ میزنه، رفتن که کدو تنبل انتخاب کنم. من جوابشون رو بدم بیام. خب داشتم میگفتم قراره که 2 تا عنکبوت با 2 تا تار عنکبوت درست کنیم، یکی برای کلاه و یکی هم برای لباس. چقدر من تو دوربینم. کلاه که هنوز وجود خارجی نداره، یعنی قراره که خودم درستش کنم. نمیدونم که چی باعث شده، حالا نشونتون بدم اینا چیزاییه که بعد باهاشون درست کنیم. چی باعث شده که من به خودم غره بشم و بخوام کلاه رو درست کنم نمیدونم. وقتم زیاد ندارم، یعنی لباس هنوز دوخته نشده. بعد ست کردنش، اینکه حالا چی باهاش بپوشیم هست. احتمالاً دامن بخوام بدوزم، کلاه باید درست کنم و خیلی چیزای دیگه. واسه یوتیوب خیلی سخته ویدیو گرفتن، چون باید اینجوری باشیم. الان آیفون 17 میخواستم. آیفون 17 میخواستم در عین حال که میخوام براتون توضیح بدم رو میز و نشون بدم خودم هم باشم. ولی خب ما الان با یه 13 بعد کارمون رو راه بندازیم. آره اینا رو من خیلی شیک و مجلسی ریختم تو این که نشون شما بدم توی ویدیو با کلاس باشه، ولی کارم کشید به نلبکی. بله فعلا بابام باید بیاد، من اصلا سیم پیچی بلد نیستم. اینا رو گرفتم که با اون کدو تنبله تو نور و اینا تا حالا تزیین کنم، اصلا نمیدونم خوب میشه یا نه. بعد واسه اینکه قاطی نشه، یعنی هر جایی که فکر کنید من اینا رو بس کردم، هر جایی که فکر کنید. روی اون چیزا هم هست، اون ورم هست، همه جا. چون من میخواستم که براتون این کورست طرح بهار رو بذارم تن مانکن، بک‌گراندمون قشنگ بشه. یادم رفت الان برم بذارم ببینم اصلا تنش میره. بچه‌ها انقدر طول کشید که من اینو تن مانکن کنم. ببینید این باز شد پایینیاش که گرمم شد. همیشه سخت ترین قسمت چی دارم میگم، منظورم اینه که خیلی برام سخته که لباس کنم تن مانکن. همیشه همین مشکل رو دارم. اینم بعد در بیاد و تادا. بچه این اولین باره که این کورستا رو کلا کورستا رو تن مانکن میکنم، تا حالا انجام نداده بودم ولی خیلی کیوت شد. اینو از این بعد دیگه میذارم تو پس زمینه ویدیوهای اینستاگرامم. خیلی خوشگله. خب اینم از نزدیک نشونتون بدم. بفرمایید. من اینجام. خب من و هنر دستم نظرتون چیه؟ چون من کلی صحبت کردم، کلی ولاگ گرفتم و هنوز خبری از مامان بابام نیست. فکر کنم 1 ساعتی ویدیو یوتیوب هم طول بکشه. کاری دیگه ندارم واقعا. گفتم مامان بابام رفتن که تنبل بخرم نشون بچه‌ها بدم. خب این اینجوریه. بلندم نمیشه. این شکلی داخلشو خالی کردیم. تو اونجا هم دوربینه بابا. سلام کن به بچه‌ها. هلو. حالا می‌خوایم روش طرح بزنیم که شبیه این کدو تنبل هالووین بشه. کارو بهتره که بسپرم همین الان به پدر مادر که خرابش کردم. طرحی که می‌خوایم بزنیم اینه. بوی خربزه میده. بخورم ازش بابا؟ من که سعی دارم از تمام مراحل ویدیو بگیرم. آره اینجوری.
شرکت کنیم تو مراسم هالووین، بچه‌ها ازش میترسن. بچه‌ها خیلی خوشگل شده، یعنی واقعا شنبه توش هالووین میشه. الان بابا من میگه تو این همه وسیله خلاف برای چی داری تیزی رو فهمه خیاطی دیگه. ای وای کولر رو بابا بکنم و همه چراغا رو ببرم که معلوم بشه. آمان جان جلوتر نه یا شونات اسلامی رو رعایت نکردی. ببندم. بابا یه مردم نیست. وای خیلی خوشگل شد. اصلا فکر نمی‌کردم انقدر خوشگل بشه. دو تا چیز بذار میدونی چرا خیاطی بیاد نمیشتم. معلومه که چیزی زیرش. الان خوب شد. بعد نورش خیلی زیاد باشه. خوب اوکی. بچه از چراغ‌های خیاطیتون هم میتونید استفاده کنید برای این کار و این شکلی میشه. بله یه جراحی بینی هم افتادیم. مجبور شدیم پرسیل بزنیم برای خانم هالووین. اتاقم ببین چی شد. خب هر بار که در یخچال رو باز میکنم میترسم.